آنچه الان می‌بینی عمیق‌ترین معدن طلای جهان است. این معدن در استان شمال غربی آفریقای جنوبی قرار دارد و معدن طلای مپوننگ گولد ماین نام دارد. استخراج در اینجا از سال 1986 آغاز شد و امروزه عمق آن به عدد حیرت انگیز بیش از 3 مایل یعنی حدود 5 کیلومتر زیر زمین رسیده است. در هر نوبت کاری، کارگران با آسانسورهای فوق سری به اعماق زمین می‌روند. فقط رسیدن به عمیق‌ترین بخش معدن حدود 100 دقیقه طول می‌کشد. دمای محیط در آنجا به طور ثابت حدود 60 درجه سانتیگراد یا 140 درجه فارنهایت است. بسیار فراتر از حدی که بدن انسان بتواند تحمل کند. برای خنک کردن تونل‌ها، سیستم‌های تهویه عظیمی دائما هوا را به گردش در می‌آورند تا دما را به زیر 30 درجه سانتیگراد یا 86 درجه فارنهایت برسانند. این معدن سالانه حدود 6 تا 10 تن طلا تولید می‌کند با استفاده از 50 کامیون و بیش از 5000 کارگر که روزانه در آن فعالیت دارند. کارشناسان برآورد می‌کنند هنوز 36 میلیون تن سنگ معدن در زیر زمین باقی مانده که حاوی بیش از 680 هزار پوند یعنی بیش از 300 تن طلای بالقوه است.